سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوام یه سیب زمینی سوخاری خیلی خوشمزه درست کنم و مطمئنم که بچه‌ها خیلی دوست دارن و اینکه یه میان‌وعده سالم و خوشمزه است. بریم که با هم این سیب زمینی سوخاری خوشمزه رو درست کنیم. این میان‌وعده خیلی سریع درست میشه، آسونه، ترکیب خاصی نداره. نیم کیلو سیب زمینی پخته شده که حالا من پختمش از قبل و پوستگیری کردم و آردم 150 گرم. شما میتونید به جای آرد معمولی آرد جو پرک شده استفاده کنید. اول از همه این سیب زمینی ها رو دونه دونه میگیریم، میکوبیمش، چون نمیخوایم که تیکه تیکه توش بمونه، میخوایم کامل له له بشه. بعد از اینکه با گوشت کوبیدیمش و لهش کردیم، من چون میخوام خیلی پوره بشه و نرم باشه بافتش، میریزم توی صافی یا حالا توری، هر چیزی که داریم، و از توی صافی ردش میکنم. به این شکل از صافی ردش میکنیم و یه پوره خیلی نرم ازش میگیریم. این کار سریع انجام میشه، فقط باید حوصله به خرج بدیم. میخوام بهتون نشون بدم همچین بافت نرمی. خب بازم یادم رفت یه تیکه از فیلم رو بگیرم. من آرد و نمک و فلفل رو با اون پوره سیب زمینی گرفتم، قاطیش کردم و همچین بافتی به من داد. انسجامش خیلی خوبه، خیلی لطیفه و اینکه از توری که ردش کردم یا حالا صافی باعث شد که یه بافت خیلی نرمی به من این سیب زمینی بده و به راحتی به اون شکلی که میخوام درش بیارم. قشنگ گرفتم ورزش دادم. به دستم یکم روغن زدم که مواد که میخوام بچینم توی سینی به دستم نچسبه. گلوله های کوچولو انتخاب میکنیم، یعنی دست من یه دست متوسطیه، یه گردالی این شکلی تقریبا.
و به این شکل حالا من اینجوری فرمش دادم، شما میتونید حالا هر شکلی که دوست دارین فرم بدین یا اصلا هیچ فرمی ندین و ساده باشه. و این الان آماده است برای توی فر. حالا فر رو چیکار کردم؟ از نیم ساعت پیش گرمش کردم، روشنش کردم و روی دمای 200 درجه گذاشتم. الان کاملا محیط فرم داغ شده و البته وقتی این سینه رو بذارم توش دماشو میارم پایین، روی 170 هم خیلی خوبه، 165 175 هر کدوم از اینا باید فقط چکش بکنید فرتون، بستگی به فرتون داره. و میذارم 20 دقیقه توی فر بمونه سیمی و اینکه بعدش بازم چک میکنم اگه آماده شده باشه دیگه قابل به خوردنه. اول از همه دماشو بیارم پایین و اینکه سیمو بذارم توی فر. حدودا نیم ساعت گذشت، می‌بینیم چه اتفاق براش افتاد. به به درست شد. بی‌نظیره، خیلی خوشمزه است، حتما درستش کنید. خیلی مناسبه تغذیه برای بچه‌ها هست، هم سالمه همین که نگهشون میداره و یه وعده غذایی اسپشیاله به نظر من. ممنون که تا اینجا همراهی کردین، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم میبینمتون تا بعد.